این حال یکی شد اسباب شرعی. دوم قسم اسباب کونی میگن. اسباب کونی یا کون، ما شما همی عالم یا طبیعت میگیم که در اینمی عالم بعضی اسباب وجود داره که این اسباب توسط علم و تجربه حاصل میشه. مثلا چه قسم اسباب است در زبان عربی؟ کون، مکان، امی کون، امی عالم و اسبابی که در طبیعت یا در جهان وجود داره. چی است؟ مثلا یک دکتر است، فارماسیست است. مثلا فارماسیست میره در سر کوه و اینجا بوته‌ها هست، بوته‌ها را معاینه میکنه، بوته‌ها را در لابراتوار خود تجزیه میکنه و تحلیل میکنه. بالاخره یک بوته را میکشه که مثلا اینی بوته را وقتی که اگر از این دوا ساخته شود این برای فلانی مرض فایده میکنه به اساس تجربه. اینی اساس چی میگن؟ اسبابی است که به اساس علم و تجربه حاصل میشه. مثلا دکتر است، موادی که در داخل انار است امو چیزش میگیره و در یک بوتل به شکل شربت جور میکنه و این تجربه کرده که به فلانی مرض ها خوب است. ما و شما اون میبینیم.